این ذهن بچه ماست. یا حالا بهت بگم با این زبون اون چه بلایی سرش میاری. بازم درس نخوندی؟ سرت که همش تو گوشیه، خستم کردی، کلافه شدم، بس کن، تو نمیفهمی، ساکت شو. در جریان باش. هر بار که این کلماتو برچسب رو بهش نسبت میدی داری ذهنشو سیاه میکنی، باورشو نسبت به خودش سمی میکنی. انقدر میگی باور میکنه، دیگه خودشو دوست نداره، با خودش حال نمیکنه. بعد یه مدت و تکرار این حرفا این بچه باورش میشه به درد نخوره، ناتوانه، و بعد دیگه وقتی شخصیتش سیاه شد رفتارش هم سیاه میشه. از کوزه همان برون تراوت که دروست. یه سوال، تو خودت یه بزرگتری این حرفا رو بهت بزنه حس خوبی میگیری؟ تأثیری روت میذاره؟ بابا خودتو گول نزن. هی تو ذهنت میگی آخه دوستش دارم، خیرشو میخوام مثل من بدبخت نشه. بابا قبول دارم دوستش داری، نگرانشی، خیرشو میخوای، اما ما تربیتی ها میگیم کلمات گفتمان میسازه، گفتمان شخصیت میسازه و شخصیت رفتارها رو میسازه. ریشه ی همه کارهای ما شخصیتمونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی به این بچه هی میگی بیورزه، بعد باورش میشه بیورزه است و بعد با بیورزگی رفتار میکنه.